حضرت امام ابو حنیفه گفته که خرفروش هم میدونم در عراق تمامی ثروتمندای خرفروش خرزورن. گفته چیکار میکنن؟ تو جمعه خرج هم میکنه، شنبه میدرو، یک شنبه تمامش میفروشن. اول گفته چیکار میکنه؟ گفته من یک چیز دیدم سودای من پیش میشه. گفته چی ده؟ گفته همون روز یک شنبه یک خرجین تنگه و سومه میبره، اول پیش اوچش میریزه. میگه در کوری طبیعی میگه با مایی باشه میگیره. اوچش میگه چشمش کوره، با هم پشت پول پیش میگه من چون میکنم پلوخی پلو دایخده. میگه وقتی اوچش میگه که تموم نمیگیری، نه خلاص ها من یکم پول برای تو کار کردم. چند قید در کار اگر بگی من این باشه با کار نمیبینم. مادرش میگه اجازه چند میگیره، مادرش یگون دیرهم شخنا میشه گفت من پیرشم چون میکنم سوما. همین سوما میگیره میره و گفت من همین برکت در تجارت هم میدادم با دعای مادرش که تمام ثروتمندان خرزورم. بعضی حالاتو دما مسلمان خدای پدر مادر سخت میکنه. کوی میکنه. بسیاری حالاتو دما مادر و پدر خیلی قهریم و مثال میگم کارما عقیف میزنه. ضعیف. حتی که حضرت امام غزالی گفته است یکی از سبب‌های عالی همتی در جامعه بشری گفته این صدقان دعای پدر می‌داره. نو بسبب نماز میخونه نو بسبب چیکارا هست صدقان دعاش گرفتن در کار. این کارو اثر داره از زندگی. حضرت عبدالرحمن بن عوف میگه وقتی که من مدینه منوره اومدیم هیچی نداشتم و اومدم که خونه سعد ابن عباده ای مدینه بود. میگه گفت جابر عبدالرحمن خونه آمد رو اومد میگم خواست دسترخوان هوی کرد و یا صندوق هوی کرد. گفت که من این صندوق پری سوما نصف شبگی تجارت کرد. جابر میگه حوالش نگاه کرد که این خونه ده از زن دارم، این خونه ده از زن دیگه دارم، حوالشون جلوه شما که مکه اومدگیم مردم مدینه اگر نداشته باشه زن گرفتن نتونی میاز هم سر میتیم ایداش میبرویا بعد ایداش پومدا زنی مرا بگی سوی خونه شام که من میگه گشتم گفتم شما میگه ابن عوف کی زن دایخده پول مولت مایخده ما در رای بازار نشوند من بازار یا بود من میگه مرا گیری بازار اومد میگه در پای من پوپوشی نبود من پایلو چما در بودم مکه و بازار مدینه رو تماشا کرد میگم تو پاک زدید و همه جای گفت ها بازار همیه گفت میگه با من جواب دادم سعد میاره بودارا و میگه بازار برو اومدم که پیغمبر خدا را دیدم که پیغمبر بازار اومدم و میگه دوید اومد سلام کردن گفت ها ابن عوف چو کردی تو تماشای بازار اومدم پیغمبر معجزه خاطی میفهمم چی دعا کنم تا ابن عوف به حق گفتم در بازار دعا کن میگم دست فرق عثمان برداشت که خدا در بازار برکت بعد دعای پیغمبر میگه من کسی خالی خاطی می اومدم بیگانی پولی مرا شتر خاطی می بردم. بعضی حالات در دعای بزرگا تاثیر داره. وقتی مردنش مالش همین قد حرکت میکنه تقسیم میکنه تمام نمیشه. این میگم اثری برکتی دعای پیغمبر بود. یهودی اومده زورا میکنن که ابن عوف قتی ما شریکتی کار کنه. آخه در تجارت ماهر بوده. میگن چرا؟ میگن برای که دعای پیغمبر شه گرفتگی. بعضی حالات السلام علیکم با کلی مردم توجه ان شاء الله که همه کس خوب هستن بردارن از اشکالی که میبینیم و در مترو اتیوپیستان فراداریم شو یا ارمنکده چور متاج از هجوم ده مرحمت کنید بیاین ان شاء الله ما در خدمت همه شما هستیم کسانی که با مثل این برادر هجوم کردن میخواد مرحمت بیاین ان شاء الله ما در خدمتیم یعنی بکنید چه خونش ماشاءالله برمایسته این برادرمون دیگه برای گرفته است خونش تنک شده وقتی خون تنک شد پر میشن خ بانکو ان شاء الله که به حد فایده داره اینا مرحمت کنید بیا انشالله این نمره پیش آمدن 15 بزنیم ما در خدمت همه شما هستیم یا باری که هستین نشون بهتون نگاه کنین خونش تنک شدگی نکی کمتر جزیره یا بار دیگه بگیره یک کش سه باره یا بار دیگه بگیره انشالله که تازه میشه خونش در ما فیتابوشکا هسته بعدی فیتابوشکا بردون عزیز سینام مساج روشن اپارات وکنی بعدا هجوم میگیریم همین برادر بیا انشالله ما در خدمت السلام علیکم و رحمت الله